با درود به یکایک شما بینندگان بی‌نهایت عزیز، چون همیشه در صبح بر وقت شما عزیزان را به تماشای نویدی بمدادی دعوت میکنیم که خبرهای تاجیکستان و جهان را به سهم شما میرساند. در پروگرام حال و ساعت رسا هفته است و آفتاب نو برآمد و در آغاز برای شما از وضع باد و هوا میگم دوستان. در پراگ برای امروز هوای ابری پیش بینی شده است. انتظار میرود که گرمی 23 درجه را تشکیل بدهد. در مسکو هوا صاف و بی‌غبار و گرم خواهد بود، یعنی 25 درجه. در دوشنبه نیز هوا آفتابی است و حرارت به 30 درجه میرسد. تاجیکستان سودشنامه با شرکت چینی خینانجون که باید کارخانه ازوت را در شهر لیوکند خطلون به کار می درآورد یک جانبه به کار کرد. در این باره قراری حکومت تاجیکستان زیر رقم 434 صادر شد. مقامات میگویند این شرکت چینی به وعده‌اش وفا نکرد و کارخانه در مهلت معین شده به کار ندرآمد. جانب چین در این باره رسما چیزی نگفته است، ولی قبلا نمایندگان پکین تنقیدها از فعالیت آنها را در کارخانه ازوت عمومی و به دلیل خاص نامیده بودند. ایدمت عبداللهیف رئیس شرکت ازوت روز 11 سپتامبر به رادیو آزادی گفت طبق سازشنامه چینی ها در دو مرحله کارخانه ازوت را به کار می درآوردند. تاجیکستان ماه نوامبر سال 2016 با این شرکت چین در مورد فعال ساختن کارخانه تولید نیروهای مینرالی ازوت سازشنامه بسته بود. طبق شرطنامه شرکت خینانجون باید دوام 1.5 سال مرحله اول کارخانه را با اقتدار تولید 120,000 تن نوری مینرالی امیاک و 200,000 تن کربامید به کار میانداخت. در دوام 3 سال مرحله دوم لایحه باید انجام یافت و تولید امیاک به 300,000 تن و کربامید به 500,000 تن میرسید. طبق شرطنامه درآمد صافی که از تولید نیروهای مینرالی به دست می آمد دوام 6 سال 70% به جیب شرکت چینی و 30% به تاجیکستان تقسیم می شد. شرکت چینی خینانجون زمان برای تجدید ازوت آمد که ازبکستان به تاجیکستان گاز طبیعی نمی فروخت و قرار بود این شرکت با نصب تجهیزات از انگشت گاز استحصال کرده کارخانه را فعال کند. اما حالا چنین ضرورت نیست، چون با خوب شدن مناسبات تاجیکستان و ازبکستان انتقال گاز طبیعی از این کشور دوباره ممکن گردید. تاجیکستان از ازبکستان گاز طبیعی میگیرد و به کار خوابیدن کارخانه ازوت تنها به فرسوده بودن قربی گاز از یوون تا لیوکند گره میخورد. ایدمت عبداللهیف میگوید مسئله تعمیر قبور هنوز حل نشده است، ولی به اطلاع او این مسئله عین زمان در بررسی حکومت قرار دارد. باید گفت کارخانه عظیم ازوت 11 سال باز فعالیت نمی کند و تاجیکستان که اصلا یک پایه اصلی اقتصادش کشاورزی است نیروهای مینرالی را با نرخ گران از خارج وارد می کند. بنا به حسابها تاجیکستان هر سال تقریبا به مبلغ 70 میلیون دلار از ازبکستان و روسیه امیاک و کربامید می خرد. سفارت افغانستان در دوشنبه خبر داد که روزهای نزدیک 5 محبوس دیگری افغان از تاجیکستان به کابل انتقال می‌یابند. به گفته مسئولان سفارت برای این کار منتظر یک هیئت از نمایندگان دادستانی، وزارت امور داخلی و وزارت کار خارجه افغانستان هستند. یک منبع نزدیک به سفارت افغانستان در تاجیکستان دیروز به رادیو آزادی گفت 5 محبوس به افغانستان سپرده می‌شود. جانب تاجیکستان درباره این مورد اطلاع رسمی نداده است. پیش از این در ماه ایول امسال 80 محبوس افغان به واسطه گذرگاه 5 پایان به دست مقامات افغانستان سپرده شدند. بیشتر شهروندان افغانستان برای قاچاق مواد مخدر و عبور غیر قانونی مرز در تاجیکستان جزا گرفتند. کمیته حمایت از ژورنالیستان از مقامات تاجیکستان دعوت کرد که قضیه ظاهرا مخصوص دستنورد شدن وبسایت‌های میدیا گروه آزیا پلوس را تحقیق و دسترسی به این رسانه را تامین کنند. این سازمان مقرش در نیویورک با نشر اظهارات 2 سپتامبر نوشت که از 19 آگوست به این طرف 2 وبسایت و ایمیل های کاری شرکت آزیا پلوس کاملا از فعالیت ماندند. کارشناسان به رادیو آزادی گفتند که در اسم دومین وبسایت های نیوز تی جی و آزیا پلوس تی جی مخصوصا تغییرات وارد شد و همین چیز باعث دستنورد شدن مطالب آزیا پلوس گردید. متخصصان فناوری‌های اینترنتی حالت را که آزیا پلوس با آن دچار شده است همچون حمله هکری و هم دخالت ماهرانه با فناوری‌های نوین شهر داده است. ولی در خدمات علاقه تاجیکستان میگویند که به این حالت هیچ ربطی ندارند و شکایت رسانه را حتما مورد تحقیق قرار میدهند. ولی ظاهرا مشکلی که به قول متخصصان فنی امکانی حل شدنش در فرصت کوتاه امکان پذیر است نزدیک 1 ماه است که حل نمی شود و یا بعد در روزا کشیده شده است.
در یکی از زندان‌های جمهوری کومی روسیه دختری توجیک با یک محبوس نکاح کرده است. بنا به اطلاع اجنسی اطلاعاتی کومینفورم، عروس برای انجام دادن نکاح از 3000 کیلومتر از تاجیکستان رفته است. داماد محبوس زاده تاجیکستان است و در این مؤسسه اصلاحی ادعای جزا میکند. نکاح این دختر توجیک با شوهر محبوسش را روز 9 سپتامبر این سال مفتی جمهوری کومی ولی احمد حضرت گایازف خونده است. نام نسب دختر و داماد محبوس ذکر نشده است. کومینفورم نوشته است نکاح با رعایت همه قاعده گذشت. از جمله در مراسم نکاح دو شاهد اشتراک کردند. این رسانه می نویسد در زندان رقم 24 جمهوری کومی باری سوم است که مراسم نکاح صورت می گیرد. پرزیدنت قزاقستان قاسم جومرت توقایف در پس منظر اعتراضهای ضد چینی در کشورش با یک سفر رسمی وارد پکین پایتخت چین شد. وبسایت پرزیدنت قزاقستان نوشت توقایف روز 11 سپتامبر با رئیس کمیته مرکزی امور خارجه چین یانگ جیچی دیدار کرد. فعالان در شهر سرکش ژاناوزن دوام چند روز ضد سرمایه‌گذاری‌های چینی اعتراض کردند. آنها را نفران دیگر در الماتی، نورسلطان و شهرهای کشور هم‌آوازی نموده به خیابان‌ها برآمدند. احساسات مخالفت با سرمایه‌های چینی بعد آن بالا گرفت که گزارش را از وجود قرارگاه‌های بازطلبی مسلمانان در ولایت شینجیانگ چین نشر شدند. سازمان ملل متحد گفت سال گذشته تخمیناً 1 میلیون مسلمان ساکن بومی اویغورتبار چین در مرکزهای ضد تروریستی نگهداری شدند. ولی مقامات در قزاقستان گفتند که از نقشه‌های بنیادی 55 کارخانه صنعتی با سرمایه‌های چینی دست نمی‌کشند. نمایندگان فیفا فدراسیون بین‌المللی فوتبال برای ارزیابی آمادگی ایران جهت اجازه دادن زنان به بازی فوتبال به این کشور سفر میکنند. خبرگزاری‌های فرانس پرس و رویترز روز 11 سپتامبر از قبل سخنگوی این سازمان نوشتند قرار است این هیئت تا 2 هفته دیگر به تهران برود. اعلام فیفا بعد از مرگ یک دختر 29 ساله ایرانی صدا داد که به سبب بازداشت او قبل از ورود به میدان فوتبال خود را آتش زد و روز 9 سپتامبر درگذشت. سحر خدایاری چندی پیش خواست خود را مرد وانمود کرده و برای تماشای فوتبال برود ولی بازداشت شد. بعد اعلام اتهام به ضد این مخلص دسته استقلال که با نام دختر آبی معروف شد او به نشان اعتراض خود را آتش زد. سخنگوی فیفا گفته است که سفر هیئت سازمان به ایران واکنش به مرگ خدایاری نیست و به آمادگی به بازی انتخابی جام جهانی فوتبال می باشد که بین دسته های ملی ایران و کامبوجا است که روز 10 اکتبر برگزار می شود. در بیانیه فیفا در روز 10 سپتامبر در رابطه با مرگ سحر خدایاری اظهار تسلیت کردند و عین زمان از مقامات ایران خواستند آزادی و امنیت زنان را ضمانت بدهند که برای پایان دادن به منع ورود زنان به میدان‌های فوتبال مبارزه قانونی می‌برند. جیانی اینفانتینو رئیس فیفا در گذشته از مقامات ایران خواسته است که به زنان ایرانی و خارجی اجازه بدهد که بازی‌های فوتبال را در میدان تماشا کنند. در جمهوری اسلامی زنان از این حق محروم می باشند. خبرگزاری‌های روسی از هلاکت یک کودک 2 ساله توجیک در شهر سنت پترزبورگ اطلاع می‌دهند. فاجعه 10 سپتامبر در ناحیه پتروگرادسک رخ داده است و طفل از آشیانه هفتم به زمین افتاده است. به نوشته رسانه‌ها کودک همراه والدینش در بنای استقامتی اجاره نشین بودند. او دکه ضد پشه و خاموشک را کنده و از بلندی 25 متر سر و زیر می‌شود. نسبت هلاکت کودک تفتیشات شروع شده است. دستوری نقلیه در ولایت سوغد ضد یاوری راننده تپلوازی که ماه اوگوست امسال انیسه نسیمزاده 13 ساله را پخش کرد پرونده جنایتی باز نموده است. عظمت سمیجانوف با بیرون کردن قاعده حرکت در راه متهم می شود. در صورت تصدیق اتهام از طرف دادگاه به او تا 2 سال کارهای اصلاحی یا حبس تهدید می کند. نظام الدین قربانعلی زاده مفتش دادستانی روز 11 سپتامبر گفت طبق قاعده های استفاده نقلات راه آهن طرف چپ روی حرکت تپلواز راننده و طرف راست اون رو یاورش نظارت میکنند. دختر از طرف راست روی آهن زیر چرخ تپلواز مونده است. برای همین یاوری راننده را در رخداد این صدمه گمان برمیدانیم گفت مصاحب. به اطلاع مسئولان دادستانی پرونده را روز 6 سپتامبر گشودند و در زمان تفتیش یاوری راننده تپلواز در آزادی به سر میبرد. حادثه در شهر بوستون چکالفسکی سابق روز 28 آگوست امسال رخ داد. انیسه نسیمزاده 13 ساله زیر چرخ تپلواز ماند
монд ва аз пою як қисми дасташ маҳрум гашт. Ба гуфтаи шоҳидони ҳол, Аниса мехост рӯи оҳанро гузарад, вале пояш дар монд. ҳоло ӯ дар бемористони шаҳри Бостон қарор дорад ва пизишкон вазъи саломатии ӯро вазнин арзёбӣ мекунанд. дар мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳон оид ба бокс миёни мардон ки дар шаҳри Екатеринбурги Русия ҷараён дорад, аз 4 варзишгари тоҷик 1 нафар ба даври дуввум роҳ пайдо кард, вале 2 нафари дигар дар даври аввал шикаст хӯрда аз ҳаққи идомаи мубориза маҳрум шуд. дар мусобиқоти 20-уми қаҳрамонии бокси ҷаҳон 365 варзишгар аз 78 кишвар аз рӯи 8 дараҷаи вазнҳо рақобат мекунанд. тоҷикистонро дар ин сабқат 4 варзишгар намояндагӣ мекунанд. мақсади аслии зуртарин мӯзанои ҷаҳон дарёфти роҳхатҳо ба бозиҳои тобистонаи олимпии соли 2020 дар Токиои Ҷопон мебошад, вале мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳон дар Екатеринбург роҳро ба Олимпиадаи Токио 2020 намекушояд, зеро ки ба иллати муноқиша миёни Кумитаи байналмилалии олимпӣ ва Ассотсиатсияи байналмилалии бокси ҳаваскорӣ музанҳоро лозим меояд ки боз дар як мусобиқаи квалификатсионӣ ё интихобӣ ҷиҳати дарёфти роҳхатҳои олимпӣ мубориза баранд. ва бинандагони азиз, чун ҳамеша дар поёни суҳбат аз қурби асъори хориҷӣ барои имрӯз мегӯям ки боварӣ дорам бештари шумо ин хабарро мунтазир ҳастед. ва барои имрӯз аз тарафи Бонки Миллӣ қурб ба таври зайл таъин шудааст. $1 9 сомониву 69 дирам, €1 10 сомониву 66 дирам ва 1000 рубли русӣ баробар аст ба 148 сомонӣ. бо сипоси аз якояки шумо бинандагони азиз ки ҳар субҳ шумо хабарҳои тозаро аз озоди видео ва аз ман Шаҳрзода Хоҷа мешунавед. мо аз ҳамаи шумо миннатдор ҳастем ва албатта мунтазир мешавем ҳамаи шуморо бозам дар пахшҳои мустақим ки дар ҳамин ҷо тақдими шумо мешавад. расо 3 соат пас сархати хабарҳои рӯз дорем ва ҳамин гуна барномаи хабарӣ дар пеш аст ки гузоришҳо ва хабарҳои ҷолиб аз Тоҷикистон ва ҷаҳон мебошад. рӯзи хуб дошта бошед. барори кор ва худо нигаҳдор.